آخه کسی که عقل سالم و بدن سالم داشته باشه نمیشینه تو اوضاعی که روز به روز داره بدتر میشه و حساب اینو میخوام برسن این بخواد خونسرد و خیلی نرمال و خیلی انگار اتفاقی پیش نیومده، اتفاقی نیفتاده، یه خرخره منو کسی نگرفته بخواد مثلا خودشو نشون بده. حماقت محض این. من اگه جوش میارم داد میزنم نعره میزنم فقط به خاطر نمیخوام این حالت توفاله‌ای که اومد همون لحظه رو سر من سوار شد من اینو قبولش کنم، اینو ادغامش کنم در خودم. نمیخوام قبولش کنم. ببینی همین قبول نکردن همین تو چشم این مشنگای برد صفت به اسم ملت ایران عجیب غریب میاد. چون این بابا چرا داره اینجوری برخورد میکنه؟ این برخورد درسته. ملت خود را به خیلی نفهمی و خیلی کارهای بد بزن. روش درسته رهایی همینه که تو نباید رفتار غلط و یه حس بد و خودت ادغام کنی. نباید نگرش داری. نگر میداری این جمع میشه یه کوله بار سنگین 46 ساله و کسی نمیتونه بلندش کنه. هر کی میره زیرش میذاره. چون اینو تلمبار کردید. تمام این بدی مزخرف رفتار اینو تلمبار کردی و بیرون نریختی. اینو عکس العمل به اون صورت نشون ندادی. عکس العمل رفتاری و نمیدونم شخصیتی و گفتاری و هر عکس العملی که من این رفتار بد تو رو نمیخوام درونم نگه دارم، مثلا نمیخوام بفهممش، احیانا اگه فهمیدمش میام اون حرفای مناسب شخصیت خودتو بهت میزنم که این خریت رو تو من بیش از این بالاتر نبینی. چون این خره به قول معروف یه عمری و یه فهمی داره. خب عمرش تمام بشه، جونش هم تمام بشه، قدرت هم تمام بشه، یه دیدی همون خره با همون جفتکایی که داره مینازه از خود زبون بی زبونش هم حرفای خیلی لات بنشانه بیرون اومده. خر و جزای به قول معروف اورشلیم و داداشی های خیلی سیغه شده بیت رهبری. حروم زادا حواستون به اون ویز ویز کردنتون باشه که این ویز ویزاتون باید کمتر به گوش برسه، نه بیشتر از این چیزی که من دارم میبینم. این چیزی هم که هست بیشتره و من دارم واقعا جر میدم اون وریه بساطی رو. اونایی که میدونن و ویز ویزاتون ویز ویزتو کمتر کن حروم زاده.